با سلام خدمت شما دوستان عزیز. فال یکی از مشتریای عزیزمونه به اسم سودابه. بنده بانو نورا هستم، در خدمتون هستم. فال مشتریمونه که به صورت یه فیلم کوتاهی 1 یا 2 دقیقه‌ای براتون این فال رو میفرستم. این خانم مطلقه هست، در گذشته ضربه عاطفی خورده، بعد استرس داره تو مسائل عاطفی، احساسی، نگرانه، کسی رو دوست داره، نگرانه که آیا ازدواج داره یا نه. بعد ازدواج دوم داره. اگر فرزند دختر داره که من فرزند دختر رو براش میبینم، یکم دلنگرانی برای فرزند دختر افتاده که 100% این دلنگرانی برطرف شدن داره. بعد توی دوره همیا به دوستاش خیلی درد و دل میکنه، اعتماد داره اما اعتماد براش خوب نیومده. امضا و سند داره، میتونه بابت یک موضوع کاری باشه که براش خیلی خوب افتاده. اگر یه آقایی بهش دروغ بگه دستش رو میشه، ناراحت و نگرانه، تو مسیر زندگیش نگران نباشه. قصد مهاجرت داره ولی فعلا انجام نمیگیره. قصد ازدواج داره که براش رقم میخوره، بسیار هم براش روشن افتاده. این فال دارچین برای این خانوم گرفتم که فال دارچین یه فال سبکیه. کلمه بسم افتاده، دقت کنید. بسم، ذکر بسم الله. کلمه بسم گشایش رو داره نشون میده. اینجا کلمه پسر افتاده، پسر، فرزند پسر در تاله دومشون هست و براشون هم خیلی خوب افتاده. اینجا یاسین، علی، چنین اسمی برای این شخص خیلی روشن افتاده. بعد توی فالش خنده و خوشحالی میبینم. نگاه کنید، این چشم، لبخند، خوشحالی برای این خانوم رقم میخوره. توی فنجان دارچین این خانوم مهمونی و دوره همی و شادی افتاده. دغدغه میبینم، باز هم اینجا تصویر لبخند میبینم. دقت کنید، اینجا یک لبخند افتاده، چشمان بسته و شاد. بعد اینجا هم چهره خندون افتاده، مهمونی، شادی، خوشحالی. شخصی در حال دویدنه، اینجا به دنبال چیزیه. گشایش افتاده، بخت باز رو، آینه و شمعدان، ازدواج. اینا دو شخصی که کنار هم هستن. یه خانوم به یه آقایی تو خلوتش داره فکر میکنه. من چنین چیزی رو میبینم تو فال این خانوم. رهایی از غم افتاده، 2 تا آدم کنار هم، شادی. این خانوم ازدواج میکنه و اینجا یک چهره تعجب یک آدم رو دارم میبینم. اینجا صورت، دهنش وا شده، چشمای ریزو کشیده داره. انگار این خانوم وقتی ازدواج میکنه آدمای دور و برش خیلی تعجب میکنن، بهش حسادت دارن. اسم محمد یا حسین برای این شخص روشنه. این خانوم از این خوشحالی، ببین دست و پاها، دستاش رو به بالای و داره میدوه، خوشحالی افتاده براش. یه خانومی خوش استایل میبینم، یه خانومی که هیکل ورزشکاری و قد بلند داره، میتونه خودش باشه. کلمه اسم مینا افتاده، مینا. ببین تو فال قهوه همه چیزا نوشته، توی فال قهوه دارچین همه چیز نوشته میشه و ما تفسیرش میکنیم. برای گرفتن فال شخصی بنده در خدمتون هستم. بنده نورا هستم و شماره‌مو توی یوتیوب هم میذارم.